تفتیش در بازار چلیابینسک در چارچوب عملیات نلگال صورت گرفت. عملیات به ضد مهاجران از طرف کارمندان وزارت امور داخلی، دفاع و دادستانی روسیه گذرانده می شود. به اطلاع پلیس تنها در 2 روز در چلیابینسک در مجموع بیش از 230 مهاجر را برای نقض قانونی مهاجرت به جوابگری کشیدند. بیش از 30 کس با قرار دادگاه از روسیه رانده خواهند شد. در دایره این ریدها فعالیت کارفرمایان روس هم تفتیش شده، به آنها برای قبول غیر قانونی هر مهاجر به کار 800,000 روبل جریمه تهدید می کند. تخمیناً 2 ماه باز در چلیابینسک بحثی بین ساکنان محلی و مهاجران از آسیای مرکزی ادامه دارد. ساکنان طلب دارند که بازار عمده فروشی کرمنکل بسته شود. این بازار ماه اوگوست از مرکز ولایت به اینجا کوچانده شد. ساکنان شکایت دارند که افزایش مهاجران در اینجا باعث به زیاد شدن جنایتکاری می شود. پیشتر گفته می شد که مردم نوبتداری تشکیل کرده به آن سابق اعضای گروه واگنر و اشتراکداران جنگ در اوکراین را جلب کردند. این عملیات روز 4 اکتبر در سنت پترزبورگ روسیه صورت گرفته است. به گفته مؤلف، پلیس 4 یا 5 اتوبوس مهاجران را بازداشت کرده و برده است. در حالی که تفتیش و بازداشت مهاجران در بسیاری از گوشه‌های روسیه ادامه دارد، پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین اخیراً به ضرورت فراهم آوردن شرایط برای زندگی مهاجران از کشورهای سابق شوروی تاکید کرده است. آدمانی که به کشور ما می‌آیند باید برای زندگی در روسیه آماده باشند، زبان روسی را بدانند و ماهیت عنعنه و فرهنگ مردمان این کشور را درک کنند تا به محیط ما همایش یابند و اختلافات احتمالی از بین برده شوند. بنا به یک تحقیقات که بر اساس گزارش‌های آژانس آمار روسیه تهیه شده است، در نیم سال اول سال 2023 از همه بیشتر تاجیکان به این کشور رفتند. در این مدت 88,000 نفر از تاجیکستان وارد روسیه شدند. این در حالی است که طبق گزارش نوی پژوهشگاه گایدر برعکس امسال مهاجرت به روسیه از کشورهای دیگر به طور چشمرس کاهش یافت. به فرق از سال گذشته در نیم سال اخیر به این کشور 50,000 کمتر مهاجر آمده است. همانا زیاد بودن مهاجرت کاری از تاجیکستان به روسیه در حال است که ماه‌های اخیر فشار و ریدهای ضد مهاجران به شدت افزوده است. اکثر زادگان تاجیکستان به خصوص آنهایی که شهروندی روسیه را دارند از بازداشت و دعوت و فشارهای مقامات روس برای جلب آنها به ارتش و جنگ در اوکراین شکایت می‌کنند.